بیاید راجع به این کنسرو خوشمزه براتون بگم. چرا؟ چون داخلش چای سبز داره و چای سبز فوق العاده برای گربه هاتون مفید هستش. فقط حواستون باشه خودتون نرید چای سبز دم بکنید و بعد تو محصولاتی که مخصوص حیوانات خانگی هستن مصرف بکنید، چون دوزشون مشخصه و مواد بدشون حذف شده. مثلا کافئینی که توی چای سبز هست برای گربه ها خوب نیست و اگر استفاده میکنید باید بدون کافئین باشه. مثلا این محصولات که مخصوص حیواناتن داخلشون کافئین ندارن. حالا بریم براتون بگم که چه خواصی داره این چای سبز. اول از همه به خاطر پلیفنول یا کلا موادی که داخلش داره یه خاصیت ضد باکتری داره. اون باکتری بدای دهان رو از بین میبره، به خاطر همین اون التهابات لثه و بوی بد دهان کاملا از بین میره. یکیش که اینه. یکی دیگه آنتی اکسیدان خیلی قویه، باعث حفاظت سلول ها در برابر رادیکال های آزاد میشه و کلا سلامت بدن رو تضمین میکنه که حالا پوست و موشون درخشان میمونه، کبد کلیهشون سالم میمونه، کلا سلامت کل بدنشون. از طرف چای سبز باعث تقویت سیستم ایمنیشون میشه، باعث میشه که گربه ها بدنشون نسبت به عفونت ها مقاوم باشه. یه چیز دیگه که برای گربه‌ها که تو خونه خیلی مفیده اینه که باعث میشه که بوی بد مدفوعشون کمتر بشه به خاطر عصاره‌ای که چای سبز داره و از طرفی باعث ترمیم بافت و درخشان و زیباتر شدن موهاشون میشه. خیلی چیز خوبیه. از طریق سایتمون هم میتونید ثبت سفارش بکنید. تعداد محدودی هم ازش موجود مونده.